بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. حدیث دوم عن عمر رضی الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم. از عمر الله تعالی از ایشان راضی باد نیز گفتند یک روز ما در نزد رسول الله علیه السلام در مسجد نشسته بودیم. اذ طلع علينا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر. این هنگام میگد عمر رضی الله عنه یک مرد بر ما طلوع کرد. وصف میکنه این مرد، میگد که چقدر لباسش به نهایت سفید بود، تازه سفید، و موی سرش از حد یا که به نهایت سیاه بود. لا یرا علیه اثر السفر ولا یعرفه منا احد. عمر رضی الله عنه میگوید که در همین مرد ما یگام اثری سفر نمیبینیم، نمیدیدیم. وقتی که انسان اگر از سفر بیاید معلوم است که دیگر لباساش چنگ داره، غبارآلود است، مانده است. و عمر رضی الله عنه میگوید که ما در این اثر سفر نمیدیدیم در این مرد، و از ما یگان نفر این مرد نمیشناسیم. در حیرت موندن. حتی جلس الى النبی فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال. تا جایی که میگه آمد و در نزد رسول اکرم علیه السلام نشست و زانوهاش با زانوهای پیامبر علیه السلام راست کرد، یعنی در مقابل زانوهای رسول اکرم علیه السلام. ما میدونیم که رسول الله علیه السلام بسیار وقت دو زانو می نشستند و اون مردی که اومد اونم میگه در روبروی رسول الله علیه السلام در نزدشون دو زانو نشست، راست کرد زانوش در مقابل زانوی رسول الله علیه السلام، یعنی روبرو، و دستاش در بالای رانهای پاش گذاشت. اینجا علم ها حدیث شرح میتین که امکان داره که همون مرد دستای خودش در بالای زانوی خودش گذاشته باشه و امکان داره که در بالای زانوی رسول الله علیه السلام گذاشته باشه. و قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام. و گفت ای محمد علیه السلام مرا خبرت از اسلام. اون مرد از رسول الله علیه السلام پرسید که من اسلام خبرت. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. رسول اکرم علیه السلام گفتند که اسلام این است که گواهی بدهی بر اینکه نیست اله معبود لایق عبادت و پرستش بجز الله، و گواهی بدهی، شهادتی بدهی بر اینکه محمد رسول الله یعنی فرستاده الله است. و تقیم الصلاه. و دوم کار اسلام، نشانه اسلام این است که بر پایداری نمازها بر پایداری، یعنی 5 وقت نماز در وقت خودش با فرضهاش و با اون شرط هایی که در نماز هست به جا بیاری. و تعطی الزکاه. و سوم شرطش این است که زکات مال تا پرداخت بکنی، ادا بکنی. و تصوم رمضان. و چهارم شرطش گفت این است که روزه ماه رمضان وقتی که در یک سال یک بار میای ماه شریف رمضان روزه بداری. و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. و حج کنی خانه خداوند یعنی بیت الحرام، کعبه الله، اگر قدرت و توانایی برای رفتن داشته باشه. البته قوتی مالی، قوتی امنی راه و هر شرایطی که در حج وجود داره. قال صدقت. این مرد وقتی که سوالا را داد از اسلام که پیامبر علیه السلام جواب دادن، گفت که راست گفتی. فعجبنا له یسأله و یصدقه. این مرد عمر رضی الله عنه میگوید که ما از سوالهای این مرد در تعجب موندیم، حیران شدیم که چه خیلی یک انسان میآید از رسول الله علیه السلام میپرسه و آن رسول علیه السلام جواب میتیه و در مقابل باز میگه راست گفتی. زیرا از آداب صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین این نبود که
یک چیز اگر بیان از رسول الله علیه السلام پرسان کنن جواب تیا و در مقابل گویان که راست گفتی. اون چیزی که نمیدونستن می اومدن میپرسیدن، اما این عادت نداشتن و این در بین اونها وجود نداشت. قال فاخبرنی عن الایمان. باز اون مرد که اومده بود گفت که پس خبرت مرا از ایمان. از رسول الله علیه السلام پرسان کرد. قال ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. گفت ایمان این است که ایمان بیاری به الله جل جلاله، به یگانگیش ایمان باور داشته باشی و به ملائکه ها ایمان بیاری، ایمان داشته باشی و به کتاب های آسمانی ایمان داشته باشی، باور داشته باشی و به پیغمبرانی که الله اونها را فرستاد برای رساندن رسالتی که از جانب الله هست ایمان داشته باشی و به روز قیامت آمدنش ایمان داشته باشی که حتما میآید و ایمان داشته باشی به تقدیر نیکی و بدی که از جانب الله هست. قال صدقت. باز هم اون مرد چی گفت؟ راست گفتی. در جواب پیامبر علیه السلام گفت که راست گفتی. قال فاخبرنی عن الاحسان. سیم سوال داد. گفت که پس خبرت مرا ای رسول الله از احسان. قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رسول الله علیه السلام گفتن که احسان این است که عبادت کنی الله جل جلاله را مثل که گویا که تو در همین هنگام عبادت الله تعالی را دیدستی، همچنان عبادت کن. اگرچه تو الله این نمیبینی پس یقینا الله تو را میبیند، همچنان عبادت کن. این است مرتبه احسان. قال فاخبرنی عن الساعه. اون مرد گفت که پس مرا از ساعت، از قیامت خبردار کن. پیغمبر علیه السلام گفتن که پرسیده شده، یعنی که خودی پیغمبر علیه السلام از پرسنده که جبریل علیه السلام است داناتر نیست، یعنی خبر قیامت روزش آمدنش من نمیدونم. گفتن قال فاخبرنی عن اماراتها. گفتن پس از نشانه ها، از اون علامت هایی که پیش از قیامت ظاهر میشه میآید مرا خبردار کن. البته این خبرهای آمدن قیامت نشانه هاش اینجا منظور عالم ها میگن که نشانه های خرد قیامت است، زیرا که قیامت نشانه های خرد داره و نشانه های کلان داره. قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. رسول الله علیه السلام گفتند که یکی از نشانه های قیامت این است که تولد کند. اما گفته کنیزه نمیگن، کنیزک. تولد میکند کنیزک ربتها، اون دختری را که در بالای مادر خودش چی یعنی کلانسری میکند. و میبینی گفتن یکی از نشانه های قیامت است این است، میبینی که انسان هایی که پایلوچ بودن، در پاشان پایپوشی خوب نداشتن و لباس های خوب نداشتن، یعنی برهنه بودن، میدیدی عاله کمبغل بودن، فقیر بودن، نادار بودن، ناتوان بودن از جهت مالی. رعاء الشاء گوسفندبان بودن، یعنی گوسفندبانی میکردن، کارهای پسته میکردن. یتطاولون فی البنیان. روزش میاد که همون پایلوچ ها، همون بی لباس ها و برهنه ها و همون انسان هایی که گوسفندبان بودن و چوبان بودن میبینی که در خانه سازی، در بنا سازی، در قصر سازی از یکدیگر چی بالوروی میکنن. اگر یکیش یک بنا را بسازه، آشیانه را بسازه 10 ایتاج، 10 بنا، 10 قبط گویم، یکی دیگرش میسازه 15، یکیش بسازه 50 قبط ایتاج، یکی دیگرش میسازه 100 تا. یعنی کوشش میکنن که منافسه میکنن در ساختن بناها، در ساختن عمارت ها، از یکدیگر پیشتازی میکنن و بالوروی میکنن. حالا که در وقتش یک انسان های فقیر و کمبغل و نادار و بینوا و بیچاره بودن. ثم انطلق فلبثنا ملیا. بعد میگه اون مرد رفت، پس ما یک مدت ایستادیم. و علم ها در شرح این حدیث میگن که این مدت 2 تا 3 روز بود که بعد از اون ثم قال، پیامبر علیه السلام پرسیدن که یا عمر
اتدری من السائل؟ ای عمر آیا دانستی که این پرسنده کی بود؟ قلت الله و رسوله اعلم. گفتند الله و رسولش داناتر است که این مرد کی بود. قال فانه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. گفتند این جبریل بود، آمد تا که شما را دین شما را تعلیم دهد. روایت امام مسلم است. البته این حدیث علم ها درباره این حدیث شرح های زیاد نوشتگیان. حدیث بسیار مضمون و معنای کلان داره. اگر هر یک جمله اینا، هر یک سوالایی که داد که ایمان چی است و اسلام چی است و احسان چی است، این موضوع خاص میخواه. اگر الله خواسته باشه در آینده در باره هر یکی این، درباره ایمان، درباره احسان، درباره اسلام ان شاء الله موضوع های جداگانه میکنیم. و اقول قولی هذا و استغفر الله.